منبر جهانی. خدایا دین تو توحید و سنت که خالص باشد از هر شرک و بدعت، نشاید جز به آستان تو سجده، نزیبد جز بر تو اشک ذلت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت. شکست هر بت و هر بت نمایی، نماد عزت دین است و دولت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. بینندگان عزیز و سروران گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه خطر سحر و فالبینی در خدمت شما سروران و عزیزان هستیم و پیرامون این موضوع مهم مطالبی رو خدمت شما تقدیم خواهیم کرد. همچنان که می‌دانید سحر یکی از مهلکترین و خطرناکترین امراض اجتماعی در تاریخ بشر است. ریشه سحر در واقع به کهن‌ترین تمدن‌های بشر برمیگردد و تمام تمدن‌های گذشته، اعم از تمدن مصری، ایرانی، هندی، همه تمدن‌های کهن متاسفانه مملو از جریانات مختلفی از سحر و ساحری بودند و انسان‌های گذشته به دلایل دوری از دین و دوری از الله متعال همواره برای ایجاد تعادل به گمان خودشون در جامعه همواره به سحر پناه می‌بردند. و به همین دلیل می‌بینیم که در قرآن کریم هم، چون که این موضوع در جوامع بشری مطرح بوده و مردم باش آشنا بودند، قرآن کریم هم درباره سحر سخن گفته و درباره خطر سحر سخن گفته و پیامبر گرامی صلی الله علیه وسلم از سحر و ساحری برحذر داشتند و خطر اون را گوشزد فرمودند. و لذا با اینکه در جوامع اسلامی به نوعی سحر و انواع سحر و ساحری وجود دارد و مردم کم سواد و بی سواد و جاهل و دور از دین گاهن به دلایل مشکلاتی که وجود دارد ممکن است کسی به سوی سحر روی بیاورد، اما خدا را شکر نسبت به جوامع غیر اسلامی، در جوامع اسلامی ما سحر آن رنگ و رونقی که باید داشته باشد ندارد. یعنی آنچه که دشمنان سعی میکنند و دشمنان دین و دشمنان اسلام سعی میکنند که سحر را ترویج بکنند در جوامع اسلامی، خوشبختانه به اون گستردگی که باید وجود میداشت وجود ندارد الحمدلله. و مردم ما نوعاً نسبت به این خطر آگاه هستند و میدانند که نزدیک شدن به سحر یعنی نزدیک شدن به غضب و عذاب الهی. در آیه 102 سوره بقره الله متعال می‌فرماید و اتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. آیه رو من عرض کردم، آیه 102 هست، طولانی هست، دوستان میتونن مراجعه بکنن و آیه کریمه رو بخونن، ترجمهش رو بخونن و دقت داشته باشن. در این رابطه من بهترین کتابی که میتونم به شما معرفی بکنم کتابی از دکتر عمر سلیمان الاشقر هست که به فارسی هم ترجمه شده، در سایت ها وجود داره، ترجمهش میتونید به دست بیارید و بسیار علمی بحث کرده، تاریخچه سحر و ساحری رو مطرح کرده، خطراتی رو که متوجه جامعه اسلامی است از سحر و ساحری مطرح کرده. مطمئناً اهل دانش و فرهنگ میتونن ازش استفاده بکنن و
فقط این موضوع خیلی مهم است که ما بدونیم که برای نجات از سحر، اینو در ابتدا من عرض میکنم چون ممکنه در پایان وقتی پیدا نشه، برای نجات از سحر هرگز به سحر متوسل نشید. دشمنان سعی میکنن، دشمنان اسلام، دشمنان جامعه اسلامی، دشمنان عفت و پاکی که به نوعی سعی میکنن جامعه را ملوث بکنن و مردم را ملوث بکنن، تشویق میکنن و در واقع راهنمایی میکنن به خاطر اینکه این بیماری مهلک در جامعه رواج پیدا بکنه. شما را راهنمایی میکنن که برین برای نجات از سحر به خود ساحر پناهنده بشید، که این قطعا یک کار اشتباه است و راههای فراوانی وجود داره. شما قطعا در هر جامعه اسلامی که باشید کسانی را پیدا خواهید کرد که با قرآن و سنت سر و کار دارن، با خواندن سوره های قرآن، با خواندن همه قرآن کریم الحمدلله میتواند به شما اطمینان بدهد، میتواند شیاطین را از خود براند، از شما براند. خواندن سوره بقره، معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس و آیت الکرسی، آیات زیادی هستن. کتاب‌های هم اتفاقا در این رابطه راهنما هم وجود دارد، معالجه با قرآن. شما میتونید از طریق سایت ها پیدا بکنید یا کتاب‌های چاپ شده را پیدا بکنید که بتوانید احیانا اگر خدای نکرده مشکلی وجود داشته باشد خود را و دوستان و نزدیکان خودتون را نجات بدهید و به علمای مراجعه بکنید که با قرآن آشنا هستند، با سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم آشنا هستند. بسیارند دشمنان دین و دشمنان اسلام. اخیراً من اطلاع پیدا کردم که در بعضی جوامع، یعنی همون دشمنان درجه یک اسلام، میبینید که به سحر روی میآورن و مردم را سعی میکنن که به نوعی بهانه این که مثلا پزشک هستن، معالج هستن، طبیب هستن، نمیدونم با چیز معالجه میکنن، مردم را میکشانن به سوی سحر و ساحری. قرآن رو تحقیر میکنن، کلام الله رو تحقیر میکنن. من این فشرده رو خواستم ابتدا درباره سحر و ساحری خدمت شما بگم، حالا این سری مطالب دیگری رو تکمیلی خواهم گفت. اما بیاد داشته باشید که همیشه برای نجات از سحر و ساحری مبادا به ساحر متوسل بشید و متوجه این باشید که در هر جامعه‌ای دشمنان عفت، دشمنان پاکی، دشمنان اخلاق، دشمنان دین، دشمنان اسلام، دشمنان خدا و رسول هستند. کسانی که در لباسهای مختلف سعی میکنن مردم را به ناپاکی بکشانند، مردم را به گناه سوق بدن. بنابراین ما باید سعی بکنیم که مردم را به قرآن دعوت بکنیم. قرآن علاج همه مشکلات هست و به وسیله قرآن ما میتونیم که این گونه مشکلات رو برطرف بکنیم. حداقل اگر خود ما عالم به قرآن در اون حد نباشیم، علمایی هستن که قرآن کریم رو در حد عالی الحمدلله درش تمکن دارن، میتونیم به اونها مراجعه بکنیم. از طریق اونها، از طریق علمایی که به شریعت آگاهی و آشنایی دارن، بریم مشکلات خودمون حل بکنیم. به خصوص این گونه مسائل نیست که شما برید از طریق مثلا مراجعه به پزشک و نمیدونم بیمارستان و اینا حل بکنید. این یک سری مسائلی هست که واقعا مسائل حادی است و علاج این گونه مسائل روی آوردن عملی به قرآن کریم است، به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است، به شریعت مصطفی صلی الله علیه و سلم است که باید دقت و توجه کافی در این زمینه داشته باش. متاسفانه در بعضی جوامع مردم نسبت به این که سحر و ساحری چیست آگاهی چندانی ندارند. از مشخصه های افراد ساحر معمولا که سحر میکنن در جوامع این است که در جوامع پاک و نظیف ظاهر نمیشن. اکثر یا میبینید تو خرابه ها، نمیدونم تو قبرستون، تو جاهای ناپاک، جاهای بد، خودشون رو در اونجا پنهان میکنن. در جایی که در تجمع عادی انسان ها باشه در اونجا ظاهر نمیشن، چون که اساسا کارشون ارتباطشون با شیطان است. یعنی ساحر باید با شیطان در ارتباط عمیق باشد و همیشه در کنار شیطان باشد و شیطان به او کمک بکند. یعنی یکی از مشخصه های ساحر این است که باید در همون ابتدا عقد و قراردادی که بین او و شیطان بسته میشه این است که از خودش برای خودش هیچ نداشته باشه. باید همه چیز خود را به شیطان بفروشد. تعهدش در این است که باید به شیطان کمک بکند، شیطان به او کمک بکند. هر دو در خدمت اهداف پلیدی باشند که ساحر به دنبالش هست.
و به همین دلیل کسی که با شیطان ارتباط فوق‌العاده نداشته باشد اصلا ممکن نیست که به درجه عالی یک ساحر برسد. یعنی یک ساحر فوق‌العاده، یک ساحر متبحر که سحرش تأثیر بکند، نمیتواند انسان عادی و ساده‌ای باشد. باید در خدمت شیطان باشد، باید آنچه که شیطان از او میخواهد به اونها عمل بکند. اینجا من چند تا نمونه رو، فقط چند تا ویژگی رو عرض میکنم که ساحر باید این ویژگی ها رو داشته باشه تا بتواند یک ساحر متمکن بشه، یعنی یک ساحر ماهر باشه که سحرش اثر بکند. این که مثلا بعضی مردم تعجب میکنن آقا فلانی مثلا فلان کار رو کرد و شد. خب ساحر همینه که فلان کار رو میکنه و میشه. ممکنه یک چیزی رو بگه، شما به کمک شیطان مثلا فلان چیز در فلان جا گذاشته ممکنه باشه. خب سحر همین است. کسانی که در زمان موسی علیه السلام اومدن گفتن که سحر میکردن و فرعون همه رو جمع کرد و به مبارزه طلبید و به مناظره طلبید و اونها سحر کردن و به اصطلاح اسباب سحرشون انداختن. موسی علیه السلام اومد عصای خودش رو انداخت. یعنی اونا خب ساحر بودن، سحرشون به حرکت در می اومد، چوبایشون به حرکت در می اومد. ولی موسی علیه السلام که سحرشو بخشید معجزه موسی علیه السلام که ظاهر شد و عصای خودش رو انداخت، دیدید که مشخص شد که معجزه است و سحر است و همه سحر اونها رو باطل کرد و مجبور شدن همه به سجده افتادن و حق را قبول کردن. ابن قیم جوزی رحمت الله علیه میگه که ساحر هرچه کافرتر و پلیدتر و دشمنتر با الله و رسول باشد و از دین و فضیلت دور باشد، به همون اندازه سحرش قویتر و نافذتر خواهد بود. عموما پژوهشگران یا محققانی که درباره سحر تحقیق کرده اند و فعالیت کرده اند، خلاصه ویژگی های یک ساحر را در این برشمردند که ساحر باید خود و تمام دارایی خودش را به شیطان در حال حیات خودش به شیطان باید بفروشد. دوم اینکه دشمن تمام ادیان باشد و نسبت به از همه ادیان متنفر باشد، نسبت به اونها بدبین باشد، به کتاب‌های آسمانی بدبین باشد، نسبت به قرآن بدبین باشد، به قرآن اهانت بکند، قرآن را بسوزاند، پاره بکند، روی قرآن بنشیند، نعوذ بالله روی قرآن را به نجاست ملوث بکند. اینها از خصوصیاتی است که معمولا ساحر دارد و اگر ساحر چنین نکند که سحرش اثر ندارد. در تمام این موارد لازم است که غیر الله را مورد تعظیم قرار میده، به الله شرک میکند و استعانت و کمک از شیاطین میخواد و به شیاطین پناه میبرد، به ستارگان پناه میبرد، به مخلوقات پناه میبرد، غیر خدا را پرستش میکند. و علامت بارز دیگر ساحر این است که ساحر معمولا انسان کثیفی است، نظافت نمیکند، تمیزی ندارد، حمام نمیرد، نماز نمیخواند. به ظاهر اگرچه ممکنه تظاهر بکند، در جایی که ببیند که حرفش خریدار ندارد ممکنه تظاهر بکند، ولی غالبا ساحر این گونه است. و همچنین ساحر غالبا کارهای حرام را انجام میدهد، شراب میخورد، زنا میکند، دزدی میکند، فسق میکند، کارهایی را انجام میدهد که خدا را به خشم بیارد. چون کار شیطان این است که باید به جنگ بیاندازد، یعنی او بین ساحر و بین خدا باید جنگی علنی شروع بشه تا اینکه شیطان ها به کمک ساحر در سحرش اثری پدیدار بکنند. البته این رو ما باید بدانیم که همونطور که در آیه کریمه تلاوت کردم در آیه سوره بقره، ساحر هرگز نمیتونه کاری بکنه، تأثیر از طرف خداست. تا خداوند نخواهد هرگز ممکن نیست که بتواند تأثیر بگذارد. ولی با این وجود خداوند این قدرت را به شیطان داده و این تأثیر رو در سحر گذاشته که ساحر میتواند مثلا چیزی رو به حرکت در بیاره یا از چیزی خبر بده، گاهی دروغ گاهی راست. بنابراین کسانی که خدای نکرده مبتلا به این گونه مشکلی باشند قطعا باید به خدا رجوع بکنند، باید توبه بکنند، باید استغفار بکنند، باید به علمای سنت توجه کنند، مراجعه بکنند که با قرآن و با سنت مشکلاتشون رو حل بکنند. ولی این رو میدانید که سحر همینطوری قرآن کریم فرموده هیچ کسی غیب را نمیداند. ساحر اولین چیزی که میخواد وانمود بکند این است که غیب میداند، در حالی که الله متعال میفرماید که لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المهین. کسانی که در خدمت حضرت سلیمان علیه السلام بودن، جناتی که در خدمت حضرت سلیمان بودن، خب داشتن آبادانی میکردن، کار میکردن، خدمت میکردن.
وقتی که سلیمان علیه السلام فوت کرد، اونا نمیفهمیدن که حضرت سلیمان فوت کرده، تا اینکه موریانه عصای حضرت سلیمان را خورد و حضرت سلیمان به زمین افتاد، اون وقت فهمیدن که حضرت سلیمان علیه السلام فوت کرده است. بنابراین هیچ کسی غیر از الله متعال غیب نمیداند. بنابراین مشکلاتی که در جامعه به وجود میاد باید ما توجه داشته باشیم که فقط از راه شرعی باید حل بکنیم. پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که من اتی کاهنا، کسی که پیش ساحری برود فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد، کسی که پیش ساحری برود و حرف او را باور کند یقینا به آنچه که الله متعال بر پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم نازل کرده کافر شده است. و این تهدید شدید هست. در جای دیگری، در حدیث دیگری پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند من اتی عرافا، کسی که پیش یک کفبینی برود فسأله عن شیء فصدقه، از چیزی در باره چیزی از او بپرسد، فصدقه و او را باور بکند، لم تقبل له صلاة 40 یوما، تا 40 روز نمازش قبول نمی شود. امیدوارم به خصوص خواهران و مادران باید خیلی توجه داشته باشند که شیطان ما را نفریبد و اگر خدای نکرده کسی مشکلی براش پیش آمد و دچار سحری شد، دچار مشکلی شد، حتما سعی کنید که به علمایی که تابع سنت هستند، تابع قرآن هستند و قرآن حفظ دارند، به قرآن متمکن هستند، به اونا مراجعه بکنند. مبادا به ساحر مراجعه بکنید که خدای نکرده مورد خشم و عذاب الهی قرار بگیرید. امیدوارم خداوند متعال همه من و شما را و همه جامعه اسلامی را از شر اشرار و کید فجار نجات بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدایا دین تو توحید و سنت که خالص باشد از هر شرک و بدعت، نشاید جز به آستان تو سجده، نزیبد جز بر تو اشک ذلت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بزر شوکت، شکست هر بت و هر بت نمایی، نماد عزت دین است و دولت.